Донистан хуб аст. پول بسیار هم درد سر بوده است. از اینجا اونجا کشان، از اونجا اینجا. خب بیننده عزیز، برای من یک چیز عجیب است که در اول، یعنی در قدیم، انسان ها پولهایشان رو در کجا نگاه می داشتند؟ یک چیزی دیگر عجیب تر از اون است که خب تا وقتی که پول اختراع نگردیده بود، چگونه داد و گرفت میکردن انسان ها با یکدیگر، چگونه معاملات میکردن. آیا میدونید بیننده عزیز که در قدیم یگان نوع کاغذ قیمتناک وجود نداشت، یگان نوع پول نبود. خب انسان ها چگونه معاملات میکردن، چگونه داد و گرفت میکردن؟ مثلا معاملات اون وقت این گونه بود: یک چیز میدادن، برای عوض اون یک چیز دیگر میگرفتن. مثلا یگان نوع چاروا رو با شخصی که لوازمات جنگی میساخت با اون میدادن، برای عوض اون چاروا مثلا سلاح، شمشیر یا سپر میگرفتن. یا گندم میدادن، برای عوض گندم جو میگرفتن. خب با همین ترتیب داد و گرفت صورت میگرفت، یعنی همین گونه معاملات میکردن. خب با مرور زمان انسان از هر گونه آلات‌های قیمت‌بها، از هر گونه متال‌های قیمت‌بها، در مثال مس، نقره، طلا، ساختن تنگه رو. خب بعد که تنگه رو ساختن، معاملات پولی از همان وقت شروع شد. مثلا تمامی اشیای روزگار و تمامی همون آلات‌های لازمه رو با واسطه تنگه ها خریداری رو شروع کردن. بعد از اون که تنگه رو اختراع کردند و معاملات پولی شروع شد، بعد چند وقت دیگر اولین کاغذهای قیمتناک نیز اختراع شد. خب کاغذهای قیمتناک اختراع شد و مشکلات هم سر شد. مثلا مشکلات رقمی یکی من حاضر همین است که همین پولهایم رو با خود میگردونم، به هر کجای روم اینها رو با خود میگیرم میگردم، چون که به هیچ کس باوری ندارم. خب بیننده ذکی دونستان، خب از اکنون پای بردید که گپ سر چی میرود و برنامه ما در کدام سمت بخشیده شده است. درست، برنامه ما بخشیده شده است دایر با بانک. یعنی در این برنامه ما در خصوص تاریخ و پیدایش بانک قصه میکنیم. بانک. و من این پول ها رو با خود دیگر نمیگردونم، با بانک میبرم. بیننده عزیز، دلم از یک چیز خاطر است. فرض کردیم که من این پول ها رو با بانک سپارم، دوباره گرفتن میتوانم یا نه؟ خب برای گرفتنش باز چی میگویند؟ رفت اومد، وقت صرف شود. چی؟ نه وقت صرف می شود و نه چیزی دیگر. مثلا با استفاده کارت های پلاستیکی در دلخواه وقت، در دلخواه نمیدونم در کجای هستی نیستی، پول را گرفتن آسان و قولای است. اکنون تصور کنید که علم با یک سرعت خیلی بلند ترقی کرده ایستاده است. اختراع شد تنگه ها، پول و امروز کارت های پلاستیکی. بعد از کارت های پلاستیکی باز چی اختراع می شده باشد؟ انا این رو دونستان در کار.
گوش کن همین سوال دارم چی سوال دارید بابا جان؟ من بانک‌ها رو میگم فعالیت شدن همین ای مردم ای اهالی ما و آدم‌ها پول میگیرن با روزی که در کوشش گشته بومید بعضی وقت زیادی هم بچن اما چی فایده میبینن نمیدونی؟ خب بخشش یک بار دیگر تکرار کنید من نفهمیدم. همین بانک میگم با کسی که کار کنه همین ای اهالی ای مردم ای نایما و آدم‌ها پول میگیرن با گشته که در کار شدن پول رو میگردونن میچه اما چی فایده میبینن نمیدونی؟ خب گوش کن بابا جان ما یک سوژه آماده کرده ایم انیقترش همکاران ما یک سوژه آماده کرده است که در خصوص تاریخ و پیدایش اولین بانک ها قصه میکند. بیاید یک جای سوژه رو تماشا کنیم و هم در خصوص تاریخ پیدایش بانک معلومات میگیریم هم شما اوید سوال دادهتان جواب پیدا میکنید. مایلش بابا جان. میتا خیلی خواهد شده دونستان خوب است. تاریخ بونک از مناطق واویلیون و یونان و مصر از عصر 8 پیش از میلاد شروع می شود. وقتی که آدمان از متال‌های قیمت‌بها تنگه‌ها را ساختند و معاملات تجارتی را آغاز کردند، ثروتمندان آن دور و زمان تنگه و طلاها و زر و زیورهای خود را از ترس و هراس در معبدها و غارها و جایهای دستنارس پنهان می‌کردند. مثلا مردم مصر ثروت خود را در پیرامید می‌گذاشتند. با مرور زمان ثروتمندان در موضع‌های در بالا ذکر گردیده دارایی‌شان را در داخل صندوق‌های سنگین و چوبین و کوزه‌های گلی می‌گذاشتند و برای عوض یا گم نشدن ثروتشان از روی الفاویت با یک ترتیب معین پول‌ها را جابجا می‌گذاشتند. پول‌ها را مردم تنها به خاطر گم نشدن می‌گذاشتند. پول در معبد نه زیاد می‌شد و نه کم و هر وقتی که صاحب ثروت می‌خواست پول‌هایش را می‌گرفت. با مرور زمان یک صاحبکاری مصری اصول غیر عادی را استفاده برد و به مردم گفت که تنگه و طلایتان را به من امانت گذارید. من آنها را در جای مخصوص نگاه می‌دارم و با فایزی بلند هر وقتی که خواهید برمیگردانم. این خبر در تمام مصر پهن شد و مردم از این اقدام نیک هم خرسند شدند و هم استفاده کردند. انیقترش تأسیس بانک انا از همین جا سرچشمه گرفت. این عمل را باز یونانی ها با بعض تغییرات ها در منطقه خود به راه ماندند. آنها هم پولهای مردم را می گرفتند و نگاه می داشتند و هم به مردم با فایز قرض می دادند. عیناً مثل بانک‌های همین روزه. با گذشت چندین سال اولین بانک معاصر در ایتالیا فعالیت کرد. قرضگیری و پولسپاری یا شرطنامه بستن در میز مدور صورت می گرفت. به این خاطر کلمه بانک ایتالیایی بوده معنایش میز می باشد. در عصرهای 16 و 17 قریب در همه دولت‌های مترقی بانک تأسیس داده شد و این بانک‌ها بر عوض گرو قرض می‌دادند. نظام بانکی در قلمرو تاجیکستان بعد از تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان آغاز یافت. نخستین مؤسسه بانکی تاجیکستان نمایندگی بانک دولتی اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی در شهر دوشنبه ماه ایون سال 1925 تشکیل گردید. ماه اکتبر سال 1934 اداره بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در شهر دوشنبه و تابعیت به واسطه بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذشت و نام اداره تاجیکستانی بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را گرفت. سال 1925 با 24 بخش یا خودفعال با کارخانه روشن جداگانه خدمت بانکی می‌رساند. در سال 1942 فیلیال‌های بانک دولتی تا به 42 و در سال 1987 تا به 59 عدد رسیدند. سال 1996 موافق قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نام بانک ملی جمهوری تاجیکستان بانک ملی تاجیکستان تبدیل داده شد. حالا بانک ملی تاجیکستان به صفت بانک مرکزی فعالیت نموده، سیاست پولی و قرضی مملکت را ترتیب می‌دهد، طلبات‌های آن را عملی می‌گرداند و فعالیت بانک‌های تجارتی را تنظیم می‌نماید. دونستان خوب است. خوشبختی در پول نیست. البته خوشبختی در پول نیست. خوشبختی در شماره پول است. شماره‌اش هر آنقدر زیاد شود اما آنقدر خوشبخت می‌شوید. پولهایم خوشبختانه همش در اینجا. خب معذرت بیننده عزیز، در رفتی سوژه من کمک غنوبم بوده است. معذرت. خب بیننده عزیز، اکنون تصور کنید که پول به بانک وجود داشته نمیتواند و بانک باشد به پول، یعنی هر دو، هم پول و هم بانک جدا ناپذیرند. به این خاطر ما اوید تاریخ و پیدایش بانک گفتیم، ولی در خصوص تاریخ پول چیزی نگفتیم. به این خاطر ما یک سوژه آماده کردیم که از تاریخ و پیدایش پول قصه میکنند. تماشا میکنیم. دونستان خوب است. در زمانهای قدیم وقتی که پول نبود، مردم با شغل‌های گوناگون برای معامله نزد یکدیگر می‌رفتند. کلالگر و شکارچی می‌خواستند مال‌های خود را بفروشند و دیگر اشیاء بخرند و با یکدیگر داد و گرفت قرار دادند. کلال به خوک نیاز داشت و در مقابلش ظرف‌های گلین دادن می‌خواست، اما شکارچی راضی نشد. شکارچی گفت که یک ظرف گلین با این خوک برابر نمی‌آید. مناقشه شکارچی و کلالگر را نمک فروش قضاوتگر شد و برای یک خوک 1 استکان نمک داد. برای ظرف گلی باشد نیم استکان نمک را پیشنهاد کرد. خوب، پس 2 خوک با 3 ظرف گلین راست می آید. این احوال به شکارچی خوش آمد و در معامله آینده حیوانات زیادتری را شکار کرد و کشاله کرده و فروش آورد. برای این همه حیوان چقدر نمک می‌دهید؟ حساب کرد که از حد معامله خیلی زیاد شد. نمک فروش برای شکار حیوانات بسیار به شکارچی یک کم نمک داد و او برای تجارت به دیگر مناطق جهان رهسپار گشت. باید گفت که خرید و فروش در همه شهرها یک رنگ نیست. مثلا در این شهر با غذای پرنده معامله می‌کنند. شکارچی می‌خواست برای خود فیل بخرد و مواد تماکوگی را پیشکش کرد. باز هم در شهر دیگرگونی در مورد مال به نظر می رسید. در هندوستان بر عوض صدفک‌های بحری معامله می کنند و نرخ اشیا را معلوم می سازند.
در شهری دیگر که ساحلی است اصلاً با جانورکان بحری خرید و فروش نمی‌کنند، بلکه با موش‌ها مال‌های خود را عوض می‌کنند. شکارچی گفت: موش‌های خودمان برای ما کافی‌اند و هیچ چیزی شما برای من لازم نیست. اگر میشد یک چیزی را پیدا می‌کردم که در همه شهرها با آن معامله می‌کردند. شکارچی فکر کرد و به این اندیشه رسید که تیلا می‌تواند مشکلات را حل کند. تیلاهایی که اندازه‌شان میده هستند با گذشت وقت از میان نمی‌روند، لیکن مال‌های معامله شونده گوناگونند. وقتی شکارچی می‌خواست که یک نمونه از تیلا تیار کند، آن را در آتش گذاشت و از همه با یک قالب نمونه تیار کرد و همه سکه‌ها یک نمود شدند. از نقره نیز برای معامله سکه تیار کرد. سکه‌های طلایی و نقرگین را گردک می‌گفتند. زمانی که برای خرید و فروش به شکارچی پول‌های میده لازم می‌شدند، او سکه‌ها را از بین با تبر دو تا می‌کرد. آن را سکه پاره می‌گفتند. این همان یک دیرمه است. برای دیگر تاجران هم سکه‌ها پسند آمدند و معامله راحت‌تر شد. همه چیز آرام بود، اما یک وقت مشکلی پیش آمد. بار شکارچی از معامله و خرید و فروش به خانه برمیگشت که او را شب هنگام دزدان حمله ور شدند. شکارچی را زنده رها کردند، لیکن همه سکه‌هایش را از دستش گرفتند. برای همین در معامله آینده شکارچی سکه‌های از معامله به دست آورده را به نزد زرگر برد و به او دستخط داد که 100 سکه طلایی و 200 سکه نقرگین دریافت کرده است. از پی او دیگر تاجران همین کار را انجام دادند. وقتی که این گونه دستخط‌ها زیاد شدند و فهمیدند که می شود با آن دستخط‌ها با یکدیگر معامله کنند، این شد که دستخط میدهک می تواند جای یک کیسه سکه طلایی و نقرگین را بگیرد و همراه و پنهان داشتن آن آسان‌تر است. و استادهای زرگر فهمیدند که این کار برای آنها منفعت آور است. همین طور آهسته آهسته پدید آمد پول‌های کاغذین. آنها اولین بانکداران بودند و دستخط‌ها با پول کاغذین عوض شدند. در آینده اندیشیدند که چگونه از راه‌های دور خرید و فروش کنند و بانک‌ها تمام خراجات‌ها را نیز تنظیم می‌کردند. کدام نفر به شخص دیگری چقدر پول بدهد و در دست مردم کارت بانکی قرار گرفت که تمام معامله‌ها با آن انجام می‌یافتند و در بانک‌های جهانی معمول می‌گشتند. در این هنگام کسی پول را در دست نمی‌گرداند. برای گرفتن مال‌های لازمه خود در کار نیست گردی جهان رفت. حالا خریداری همه گونه چیزها از تمام ممالک آسان شده است. حتی از راحت کرسی خود هم بلند نمی‌شوید. این از جهانی شوی تجارت. تصور کنید که یک شکارچی عادی توانست پول کشف کند. پس شما هم می توانید بینندگانی عزیز چیز دیگری را اختراع نمایید و نامبردار میهن خود باشید. دونستان خوب است. اگر شخصی که از حساب خراجات دیگران زندگی میکند پس او تنبل است. خب اگر شخصی که خراجات دیگران را خوب نگاه داشتن میتواند پس او بانکدار است. قریب 50% انسان‌های روی زمین میخواهند که یا بانکدار شوند و یا خزینه دار. به این خاطر ما برنامه امروزه را بخشیدیم به بانکداران و خزینه داران. خب بیننده عزیز، از همه لحظه خوشترین شما در حیات چی است؟ هر یک لحظه خوش دارد. مثلا لحظه خوشترین من در حیات این است که وقتی که سرمحاسب تلویزیون سینما به من زنگ میزند و میگه رستم در کجای خیز بیا معاش شده است. انا همین لحظه خوشترین من است. با فکرم خودش سرمحاسب است. با فکرم معاش ما شده است. برنامه دونستان خوب است برای آنهایی است که میخواهند بیشتر دانند. به این خاطر همیشه کنجکاو باشید.
донистан хуб аст.